درود به شما دوستان عزیز. شروع میکنیم با قسمت گراماتیک یا قواعد درس دوم. پوسسیو آرتیکل ماین. بچه ریشه ماین هست. این ماین در نومیناتیو عوض میشه، در آکوزاتیو عوض میشه، در داتیو عوض میشه. گنیتیو رو هنوز نخوندیم. مثل اون در میمونه در نومیناتیو که در آکوزاتیو میشه دن و در داتیو میشه چی؟ دم. یا مثل اون دی میمونه که در آکوزاتیو همون دی میمونه و در داتیو میشه در. خب این ماین ریشه مال من هست، داین مال تو، زین ایر و الی آخر. ببینید بچه اینجا ماین مونده، ماین فاتر. در واقع این ما اگه یادتون باشه دروس قبلی گفتیم که هر اسمی یه آرتیکل ذاتی داره که اون نومیناتیو هست و اگر از یک فعلی از یک چیزی تأثیر آکوزاتیوی گرفت تبدیل به دن میشه اگر در باشه. همینطوریش در نومیناتیوه یا ذاتی یا فاعلیه. اینجا الان فاطر آرتیکلش در هست. قاعدتا اگه آکوزاتیوی بود میشد چی؟ دن. درسته؟ اگه آکوزاتیوی میشد دن. خب ماین هم اگر آکوزاتیوی بود میشد چی؟ ماینن دیگه. پس اینجا الان این نومیناتیویه. مثلا من میگم، دقت کنید با مثال فکر کنم بهتر متوجه بشید. من میگم der Vater kommt، یعنی پدر داره میاد. خب der Vater kommt شد der، یعنی der Vater آرتیکل فاتر عوض نشد. اما وقتی که من میگم، چون از چیزی تاثیر نمیگرفت، ولی وقتی من میگم ich sehe den Vater، ببینید عوض شد. درسته یا نه؟ آرتیکل چی شد؟ عوض شد. حالا این ماین هم دوباره همونه. mein Vater kommt، ich sehe meinen Vater، من پدرمو میبینم. یا ich höre meinen Vater، یا ich höre den Vater، یعنی من میشنوم صدای پدرم رو. خب اینجا kind آرتیکلش das هست. هر چیزی هم که آرتیکلش das باشه بازم این هیچ اضافه نشده. بعد آکوزاتیوش هم همینه. mein Kind kommt، ich sehe mein Kind، یعنی عوض نشد، مثل همون das میمونه. das Kind kommt، ich sehe das Kind. ein Kind kommt، ich sehe ein Kind. خب اینجا meine Mutter، میبینید meine Mutter. بعد جمع هم همیشه ماین است، همیشه ماین است. البته اگه آین باشه دیگه آین رو نمیتونیم جمع ببندیم، باید بنویسید 2 3 یا einige که قبلا گفتیم. خب این از همین دیگه، فقط ماین رو میشناسید. یقینا مطمئنم که ماین رو از روی مای انگلیسی میدونید، ولی تغییراتش رو باید دقت کنید. بریم سراغ بچه‌ها صرف فعل. صرف فعل خب من قبلا کار کرده بودم توی قواعد پایه‌ای که براتون توضیح دادم. در اونجا توضیح دادم براتون پایانه ها به چه شکل هستن. باز اینجا خودتون میتونید فیلم رو نگه دارید و نگاه کنید. چیز جدیدی در واقع نداره، فقط فعلهاش leben، heißen، sprechen، sein و haben، همه رو کار کردیم. Wichtige Wendungen، عبارات مهم. Wie geht's؟ Danke، super، sehr gut، gut. انواع جوابه. sehr gut، danke. Wie geht es Ihnen؟ محترمانه است. naja es geht. بد نیستم. Wie geht es dir؟ ach nicht so gut. حالم خوب نیست. und Ihnen؟ dir؟ خب یعنی تو چطوری پس؟ auch gut danke. حالا من احوالپرسی میکنم به شکل کامل، شما دقت کنید. Ja hallo Andreas, wie geht es dir؟ اندریاس میگه mir geht es gut. یا جواب کوتاه میده، میگه gut danke. und dir؟ من میگم، بعد اندریاس میگه und dir، من میگم auch gut danke. یا من میتونم بگم mir geht es auch gut danke. خب حالا ما یکی دیگه که نمیشناسمش. hallo wie geht es Ihnen؟ یا اول میگید mein Name ist فلان موری، شما اسم خودتون میگید mein Name ist موری. wie geht es Ihnen؟ بعد اون میگه mir geht es gut. یا جواب کوتاه میده، میگه gut danke. und Ihnen؟ بعد شما میگید auch gut danke. خب برای اسمش هم وی هایسن سی، برای اسم دوستانه میگید وی هایست دو. اینا رو میدونید. بچه دقت کنید اینجا نوشته das ist، میبینید؟ تصویرم بزرگتر کنم، نوشته das ist mein Sohn. جواب بدید و بعد فیلم رو نگه دارید و بعد جواب بدید، چون من جواب الان میدم. سوال اینه چرا ماین نشده ماینن؟ در واقع آرتیکل زون در هست، میشه دن،
و ماین هم میشه قاعدتا ماینن دیگه. چرا نشده؟ خب حالا من جواب میدم. چون das ist نومیناتیو. همیشه حفظ کنید das ist نومیناتیو و در نومیناتیو آرتیکل عوض نمیشه. همون آرتیکل ذاتی یا نومیناتیوی یا فاعلی این اسم یا هر اسم دیگه میمونه. دقت میکنید؟ اینا میمونه. اگه میگفت das میشد ich ist میشد چی؟ habe. ich habe یا ich sehe یا ich höre یا ich verstehe. خلاص یه فعلی که دستور آکوزاتیوی میده. اگر به جای اون این بود ich sehe دیگه mein نمیموند، میشد meinen Sohn. متوجه شدید؟ خب das ist mein Sohn, das ist meine Freundin, das ist meine Eltern, das sind meine Eltern و das sind meine Kinder. خب wo sind sie geboren؟ بعد میگه in Biasca. Das liegt in der Schweiz. در بیاسکا. Das liegt in der Schweiz. یعنی در سوئیس. Ich lebe یا wohne in Zürich. Zürich. نگه زوریخ. آدم تو آلمانی اینطوری نمیگه. In Zürich. Ich wohne in der Badestraße. خب این از wo wohnen Sie بود جواب داد. wo sind Sie geboren هم جواب داد. بچه این سوالای ساده رو حفظ کنید خیلی جلو میافتید. اگه حفظ نکنید تو آتسفای دچار مشکل میشید. من وظیفه‌م هست بگم. wo studieren Sie؟ یه دن اینجا میتونید بیارید. ببین دقیقاً همینجا یه دن میتونی بیاری. بهتون گفتم اگه سوال پرسیدید یه دن هم همینجوری میتونید بیارید. حالا اینجا نیاورده. wo studieren Sie denn؟ میگه in München. wie ist Ihre؟ ببینید بچه‌ها Ihre adresse. بعد میگه که شماره‌اش رو داده میبینید 20429 Hamburg Marktstraße 1. بعد اینجا میگه که wie ist Ihre Telefonnummer؟ بعد میگه 78 و 86. حالا من آلمانش میگم 788639. sind Sie verheiratet؟ این تلفن نمرش شماره تلفنش رو خواست اینجا و اینجا هم آدرسش رو خواست. sind Sie verheiratet؟ sind Sie verheiratet؟ متأهلید؟ ja ich bin verheiratet. متأهلم. بعد nein ich bin ledig. نه من تنهام. nein ich bin verwitwet. نه من متارکه کردم. ich bin geschieden. verwitwet عذر میخوام بیوه‌ام. ich bin geschieden. من متارکه کردم. haben Sie Kinder؟ ja ich habe ein Kind. ich habe 2, 3, 4, 5, 6 ماشاءالله Kinder. ich habe 3 Kinder. ich habe keine Kinder. اینم جوابایی که برای این سوال هست. این از سوالان، اینم جواب باشه. شما میتونی مشخصات خودتو بذاری جاش جواب بدی. در واقع با این مکالمه کوتاه شما بیرون از منزل در مورد مشخصات ساده خودتون مشکل نخواهید داشت. اگر اینا رو خوب بخونید. wie alt ist ihr Kind؟ به جاش بگید wie alt bist du یا wie alt sind sie. خب جوابش هم ساده است. نوشته 3. حالا شما میگید 30. جواب بزرگش اینه، جواب بلند. Ich bin 30 یا 25 Jahre alt. Wie alt sind Ihre Kinder? Ja, wie alt ist Ihre Mutter? بعد میگید sie ist 8 مثلا Jahre alt. Ja, sie sind 8 und 10 Jahre alt. البته جواب کامل نداده. همین عددش هم بگید کافیه. ولی جواب کاملش هم براتون گفتم. شب و روزگارتون خوش. با قسمت واژگان همکارمون تموم شد. امیدوارم که استفاده کرده باشید. Tschüss allerseits. Tschüss allerseits.